کسانی که مثلا شرایطی رفتن ندارید و فکر نکنید که این صحبت ها به ما دخل ندارد. این صحبت ها به همه دخل دارد. در این صحبت ها بسیار از احکام شریعت و از بزرگای شریعت با خبر میشید. چون که این حج یکی از عبادت هایی است که سبب پرقوت شدن اسلام و مسلمان ها هست. در پایان انشاءالله فایده هاش میبینیم. برای چی مردم از دور و نزدیک پیاده و سواره به زیارت این خانه بیایند؟ لیشهدوا منافع لهم، تا اینکه آمده شاهدی فایده ها شوند. شاهدی فایده ها شوند یعنی فایده ها را برداشت کنند. بعضی علما گفتن که جمعها و نکرها، منافع گفت، منفعت نگفت، فایده نگفت، فایده ها گفت و این چونین نکیره آورد. نکیره این در صیغه عرب اگر نکیره بیارد این اشاره الى کثرتها و عظمها، اشاره به بسیاریش و به بزرگیش و به وسیع بودنش. یعنی فایده یک دانه دو دانه 10 دانه 100 دانه نیست. فایده های حج بیشمار است و برای هر یک آدم هر خیلی برداشت میکند آدم ها.